یعنی چی اگه تخفیف ندی نمیخرم؟ یه دقیقه این ویدیو رو ببین. به مشتری نگو تخفیف نمیدم، بگو دلم میخواست میتونستم تخفیف بدم اما قیمت کارشناسی شده است. تو هم وقتی تخفیف نمیدی مشتریت میذاره و میره. حالا اگه بهت بگم ما هوش مصنوعی رو طراحی کردیم که تمام تکنیک‌های مذاکره و فروش و بلده و دیگه اصلا نیازی نیست تو کاری انجام بدی. نظرت چیه؟ خب حالا بیایم با هم این فروشنده هوشمند رو تستش بکنیم. من ازش میخوام که یه شلوار مناسب زمستون بهم معرفی کنه. همینطور که دیدید از من پرسید راحتیش مهمه یا گرم بودنش، و قطعا برای من راحتی مهمتره و همونطور که میبینید طبق موجودی سایتشون داره به من چندین مدل رو معرفی میکنه. حالا به عنوان مثال من این شلوار مازراتی فول بگ رو انتخاب کردم و ازش میپرسم تخفیف هم داره و در آخرم خیلی زیبا جواب من رو داد و گفت این محصول تخفیف نداره و قیمتش کارشناسی شده است. حالا تو هم اگه میخوای فروشنده هوشمند رو 14 روز روی سایتت رایگان داشته باشی، کلمه فروشنده رو زیر همین پست برام کامنت.